بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستانی دیگر از یاران با وفا و حواریان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میخوایم با هم بخونیم. داستان صحابی که همه شنیدید، داستان صحابی که جزو عشره مبشره هست، کسیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون دعا کرده که خداوند در اون چیزی که این در راه خدا انفاق کرده درش برکت بده و در اون چیزی هم که برای خودش هم نگه داشته در زندگی تو اون هم برکت بده. برای این شخص کسی نیست جز عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. ولی ایشون جزو اولین افرادیه که به اسلام روی آورده، جزو 8 نفر اولیه که به اسلام روی آورده و جزو سابقین اولین در واقع حساب میشه و در یکی از اون عشره مبشره هست که پیامبر خدا وعده داده که ایشون در بهشت هست. جزو 10 نفریه که وعده داده که ایشون در بهشت هست. از همه مهمتر ایشون یکی از اصحاب شورای 6 نفره بعد از اینکه عمر رضی الله عنه مورد حمله ابو لؤلؤ مجوسی قرار گرفت طی یک توطئه، اونجا 6 نفر رو تعیین کرد حضرت عمر که شما از بین خودتون یکی رو انتخاب بکنید تا خلافت مسلمانان قرار بگیره. یکی از این 6 نفر عبدالرحمن ابن عوف هست. خب طبیعیه کسی که بشارت به جنت داره طبیعیه که جزو این مقام موقعیت قرار میگیره و در حقیقت نقش ایشون هست در تعیین خلافت در مورد بعد از حضرت عمر و یکی از کسانی هست که در مدینه ایشون فتوا میداده. خوب دقت بکنید، در مدینه فتوا میداده در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هنوز بین مسلمان ها بود، یعنی چون جزء مسلمانان سابقین اولین بود، اهل علم و دانش بود، این شرایط و توان رو داشت. در زمان جاهلیت اسم ایشون بود عبد امر، عبد امر، بنده امر. زمانی که ایشون مسلمان شد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه تو عبد امر نیستی، عبد الرحمن هستی. امر اسم یکی از بت‌هایی بود که اونجا بود. نه تو بنده خدای بخشنده هستی. این بود که از اون روز ایشون شد عبدالرحمن ابن عوف که خدا از ایشون راضی باشه. بله، میگه در عبدالرحمن ابن عوف شاید بعد از حضرت ابوبکر صدیق دومین نفریه که مسلمان میشه به خاطر سبقتش در اسلام، یعنی 2 روز بعد از اینکه ابوبکر مسلمان میشه ایشون مسلمان میشه که اینقدر در اون بین شرایط رو تشخیص بدید. یعنی واقعا یاران پیامبر رو نگاه کنید، برخی هر چی دلشون میخواد بگن، ببینید در سخت‌ترین شرایط اینها اسلام رو پذیرفتن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت در حالی که از اینها راضی بود و بشارت‌هایی در مورد اینها داد. خب متاسفانه تحت تأثیر کسانی قرار نگیرید که میخوان یاران پیامبر رو بدنام کنن و زبان درازی بکنن. خب بگذریم از این. و طبیعی همون رنج و عذابی رو که مسلمانان در مکه کشیدن، این هم همون رنج و عذاب رو مثل مسلمانان اولیه دید، اما پایدار ایستاد، استقامت کرد در اون شرایط مکه، در اون فشار و وحشتی که بود و صادق و راستین بود در ایمان خودش. و زمانی هم که پیامبر گفت که به مدینه، به حبشه هجرت کنید، جزو گروهی بود که ایشون به حبشه هجرت کرد و در زمانی هم که باز بحث هجرت به مدینه هم بود، ایشون در تلیعه کسانی بود که به مدینه هجرت کرد، هجرتی به سوی خدا و رسول. هجرتی به سوی خدا و رسول، چرا که هجرتی که برای خدا و رسول باشه برای خدا و رسول، هجرتی که برای دنیا باشه طبق حدیث پیامبر یا برای ازدواج یک زن باشه هجرت دیگه. حالا روی این زمانی بعد ما صحبت بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که خب ایشون به مدینه اومد، پیامبر هم اومد، پیامبر بین مسلمانان، بین مهاجرین انصار پیوند برادری برقرار کرد. بین ایشون و بین سعد ابن ربیع انصاری، بین عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ربیع انصاری پیامبر پیوند برادری برقرار کرد و گفتم این پیوند برادری البته برادری ایمانی، مثل این نیست که خیلی از ماها میگیم آقا با هم دیگه برادری ایمانی داریم اما عین خیالمون هم نیست که برای هر کسی چه اتفاقی میفته. وقتی که این پیوند برای پیامبر بین سعد ابن ربیع انصاری با عبدالرحمن ابن عوف برقرار کرد، سعد رو به عبدالرحمن کرد، گفت نیا کن عبدالرحمن برادر من امروز جز ثروتمندترین افراد مدینه‌ام. آدم ثروتمندی بود این سعد ابن ربیع انصاری، آدم ثروتمندی بود. 2 تا هم همسر دارم، 2 تا هم باغ دارم. خوب دقت بکنید، نگاه کن هر کدوم از این باغ‌های منو میپسندی یکیش مال تو. هر همسری هم که از کدوم همسر من میخواد انتخاب کنی، من با رضایت خودشون بالاخره ازشون جدا میشم به تو میدم. من فقط میخوام به این نگاه داشته باشید، نگاه صادقانه نه نگاه مغرضانه.
ببینید چی دیده میشه. حالا عبدالرحمن ابن عوف ببینید چی میگه برادر انصاری خودش. میگه خداوند به تو در مالت برکت بده، در خانوادت برکت بده، در زندگیت هم برکت بده. تو یه کاری در حق من انجام بده، به من راه بازار یاد بده، بگو نحوه تجارت در مدینه و بازار مدینه چگونه است، من راهنمایی کن تا من بتونم تجارت در اینجا یاد بگیرم، بازرگانی رو بدونم چگونه هست. و خب این سعد ابن ربیع انصاری هم این کار کرد. عبدالرحمن ابن عوف برد تو بازار، با روش تجارت و بازار اونجا آشنا کرد و عبدالرحمن ابن عوف شروع کرد خرید و فروش رو و همچنان خداوند به این برکت میداد. یک برکت خیلی عجیب و غریب. زیاد طول نکشید که خداوند این بالاخره اینقدر دارایی پیدا کرد که بتونه همسری بگیره و برای همسرش مهری هم بده، چون میدونید که وقتی همسر میگیری بعد مهر رو نقد بدی. یه اشتباهی که امروز وجود داره، آقا این در مطالبه یه مهری میذارن، حالا هر چی از دهنشون در اومد، بعد میگن که مهر رو کی داد کی گرفت. متاسفانه مهر رو در واقع باید به همسر داد، موقع ازدواج نقدن هم باید داد. حالا دیگه میشه این در مطالبه دیگه چی بگیم، اتفاقاتی که تو جامعه ما افتاده. بالاخره ایشون ازدواج کرد که یه روز اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و خوشحال. پیامبر گفت چی شده عبدالرحمن؟ یک کلمه خیلی خوشحالی رو با تعجبم بهش اشاره کرد و اینا. گفت من ازدواج کردم یا رسول خدا. گفت خب آیا تونستی مهر همسرت هم بدی؟ گفت بله اینقدر من طلا در مورد همسرم هم مهریه دادم. گفت خب حالا که ازدواج کردی بد نیست که یک مجلسی هم برای عروسیت بگیری، جشنی هم بگیری که مردم بدونن تو ازدواج کردی. اینجا هست میگه اولم ولو بشاتن، اگه چه شده یه گوسفندی بکش ولی مجلس ولیمه بگیر که خداوند در مالت برکت بده. عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنه، میگه من دنیا چنان به من روی آورده بود که من با خودم فکر میکردم اگه الان من یه سنگی رو بردارم زیر این سنگ یا گنج یا طلا یا نقره هست. و این برکت خیلی بود که به عبدالرحمن ابن عوف داده شده بود. در روز جنگ بدر عبدالرحمن ابن عوف مثل سایر مجاهدان، مثل سایر اصحاب پیامبر با تمام قدرت جنگید و دشمن پیامبر و دشمن اسلام رو، امیر ابن عثمان کعب تیمی رو چیکار کرد؟ به درک واصل کرد. میدان جنگ بود ولی ایشون نشون داد شهامت خودش رو که کنار پیامبر خدا هست. در جنگ احد هم ایشون در اون لحظه‌ای که بسیاری زیر پاهاشون لغزیده بود و دچار تزلزل شده بودند و صحنه خیلی خطرناک بود و پیامبر تنها مونده بود، این جزو گروهی بود که پایداری کرد و در میدان معرکه رو ترک نکرد که 20 خورده ای نزدیک 25 تا ضربه شمشیر و نیزه خورده بود که بعضی از این ضربات قسمت‌های از بدنش خورده بود شمشیر که دست رو در اون فرو میرفت. اما خب پس ببینید این شخص، این عبدالرحمن ابن عوف که پیامبر داره مورد ایشون میگه، ببینید چه صحنه‌ای داشت. حالا این جنگ و جهاد و مبارزه عبدالرحمن ابن عوف همه یک طرف، نگاه کنید این جهاد جانی. اما ببینیم که در مال خودش ایشون چه شخصیتی داشت، به چه گونه عمل میکرد. خوب دقت بکنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم سپاهی رو میخواست برای یک جنگ آماده بکنه، در بین اصحابش وایستاد، گفت یاران من صدقه بدید، الان میدان جنگ ما برای مجاهدان نیاز داریم و کمک میخواد، بعد کمک کنید، اینا دعوتگران الهی هستن و اگه شما اینا رو کمک نکنید چجوری اینا در این میدان قرار بگیرن؟ من میخوام یک سپاهی رو بفرستم یاری بکنید. میگه عبدالرحمن ابن عوف به منزل خودش رفت، سریعا برگشت 4000 آورد. 4000 حالا من نمیدونم درهم اینجا آورده چیه، 4000 بالاخره آلاف آورد اینجا آورده، ذکر نکرده چیه. رفت تو خونه گفت یا رسول الله من 4000 دارم، احتمالاً 4000 درهم یا دینار بوده، 2 تا از اینها رو به خدای خودم قرض میدم، 2000 تا هم میذارم برای خانواده خودم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت هم در اون چه که تو در راه خدا میدی خدا بهت برکت بده، هم در اون 2000 تایی که برای خانواده‌ات میذاریم. باز میریم سراغ جنگ تبوک. یادتون باشه در مورد جنگ تبوک ما بار صحبت کردیم، حساسیت این جنگ و شرایطی که بود. این میدونید که تبوک شهری بود در محدوده مرزهای شام، بین مرزهای شام و شبه جزیره عربستان و این در دست رومی ها بود و جنگ خیلی حساسی هم بود که ما این رو میتونیم ببینیم. الان این تبوک جزو اراضی شبه جزیره عربستان سعودی هستش. خب در هر صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه برای جنگ تبوک که داشت آماده میشد و عزم و اراده کرده بودن و آخرین جنگی بود که پیامبر خودشون در زندگی خودشون در اون جنگ بود، خب این جنگ نیاز داشت به مال و دارایی و ثروت زیادی نیاز داشت و چرا که خیلی از افراد مجاهد بودن، آماده جنگ بودن اما دارایی نداشتن.
سپاه روم هم خیلی سپاه گسترده قدرتمند، بار بار گفتیم که توانمند بود از هر جهت، هم از نظر تجهیزات، هم از نظر ثروت و دارایی، هم از نظر سربازان اینها. همون سال قحطی هم بود در سرزمین حجاز و راه هم راه طولانی بود و خب توشه اینها هم کم بود، شرایط خیلی حساس بود در اون زمان مسلمان ها و بالاخره خیلی از مسلمان ها که میخواستن برن حتی مرکبی نداشتن برای این جهاد که بخوان حرکت بکنن. هوا هم به شدت گرم و شرایط تابستانی بود در این جنگ تبوک. این بود که پیامبر خیلی حساس بود. خیلی ها که چون نمیتونستن به خاطر اینکه امکانات نداشتن برای جهاد برن، اشک از چشمانشون سرازیر میشد و حتی اینها معروف شده بودن به بکائین، کسانی که هی گریه میکردن و نمیتونستن، این توان نداشتن که در این جنگ شرکت بکنن. و اون سپاه، اسم اون زمان هم اسم اون سپاه رو گذاشتن جیش الاسره، سپاهی که واقعا در سختی و تنگنا بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اینجا از اصحاب خودش خواست که در راه خدا انفاق کنید و این رو نزد خدا بدونید پا بی پاداش نمیمونه. مسلمان ها هر کسی در حد توان خودش به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجابت کرد، دعاشو و کمک میکرد. از جمله کسانی که اینجا اومدن به پیامبر کمک کردن عبدالرحمن ابن عوفه. یا که خداوند هم واقعا به این دارایی‌ها برکت میده. 2 تا فرشته وجود داره در دنیا، هر روز برای هر کسی یکی میاد دعا میکنه خدایا به اون کسی که در راه تو بخشش میکنه جایگزین بکن، یکی میگه خدایا اونی که خصلت و خسیسی میکنه انفاق نمیکنه مالش از بین ببر. حالا این صحنه رو داشته باشید در مورد عبدالرحمن ابن عوف که ببینیم ایشون چه خواهد کرد. خب چون وقت ما تمام شده دنباله داستان رو میذاریم در جلسه بعد. ببینیم در این جنگ تبوک، در این دعوتی که پیامبر کرد، عبدالرحمن ابن عوف چقدر میخواد از دارایی خودش رو در این جنگ بده. تا روز دیگه و جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.